به نام الله بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز برنامه ترازوی عمل، امروز با هم آیید موضوع صحبت میکنیم که در سالهای آخر با رایج یافتن مسافرت و مهاجرت یکی از بحث‌های داغ یا خود موضوعهای داغ در بین جامعه شده است. موضوعی که قربانی اساسی این ماجرا و یا این مشاکل اساساً خانم ها و دخترکان بیچاره هستند که سرپرست ندارند. آن هم با نام نکاح پنهانی، همسر شرعی است یا معشوقه نامشروع. چطوره که میدانید با زیاد شدن مسافرت و مهاجرت اکثریت پدران و برادران در خارج هستند و خیلی زیاد از دخترکانی هستند که به دام مردهایی که اصلا ناموس و یا غیرت پدری و برادری ندارند می افتند و در یک زمان کوتاه همسر آنها می شوند و آن هم چه همسریه؟ همسر و یا نکاحی که به جز زن و شوهر و یا عروس و داماد کسی دیگری از آن خبردار نیست. و پس از مدت دخترک گریه کنان میگوید یک مدت همسر فلانی بودم و الان نمیدانم در کجا است. و این گونه قصه ها خیلی زیاد هست و شخصا برای بنده تا 50-60 نفر از خواهران رساله فرستادند که مسئله نکاح مرا یک بار ببینید که آیا من نکاح شرعی داشته ام و یا نه. و وقتی از قصه زندگی و یا نکاح آنها پرسان می شویم می بینیم که در نکاح آنها اساسی ترین شرط و شروط ازدواج اسلامی وجود ندارد که حتما باید در این باره با هم صحبت کنیم و بدانیم که آیا این نکاح های پنهانی که علل خصوص در باره زن دوم و سیوم الان وجود دارد و اکثریت مردها با نام سنت کردم و زن دوم گرفتم میگویند و در اصل او زن دوم نه، یک معشوقه هست که بی پناه بود و گویا که وقتی که سرپرست نداشت به نکاح خود گرفتید. این گونه نکاح در شریعت تا چه اندازه جایز است و یا نه. و پیش از همه وقتی درباره نکاح‌های پنهانی صحبت میکنیم باید ببینیم که نکاح پنهانی خودش چی است و یک چند نمودهایی که آن دارد از نزدیک شناس شویم. پیش از همه در خود نکاح در نزد جمهور علما تمام مذهب ها رضاگی عروس و داماد حتمی است و وجود داشتن ولی، یعنی رضاگی پدر عروس و اگر پدر نداشته باشد برادر عروس، برادر نداشته باشد تقا، عمو و حتی امام مسجد که انسانی صالح هست میتواند ولی زن باشد و البته وجود داشتن دو شاهدی که هر دو در نزد جمهور علما باید مرد باشند، مرد مسلمان باشند و امانتدار باشند. اگرچه در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه می شود یک مرد و دو زن در نکاح شاهدی دهد، ولی اینجا اعلان کردن نکاح یعنی به همه گفتن که مایان توی شدیم، ما 2 نفر ازدواج کردیم، در نزد مذهب امام مالک حتمی می باشد، در نزد بقیه مذاهب این سنت است و یا مستحب است. ولی الان که نکاح های پنهانی می گوییم و علل خصوص به این نکاح پنهانی مردهای دست می زنند که می خواهند زن دوم گیرند و یا زن سوم و یا حتی چهارم گیرند. البته که بسیار زنگی را در شریعت کسی این خطا از گفته نمیتواند، برای آنکه در این باره آیت سوره نساء است و هر کسی که تمسخر میکند و یا انکار میکند پناه به الله از دین حتی خارج شدنش ممکن، برای آنکه آیت ثابت آمده است. لیکن مسئله ما مسئله پنهانی عروس گرفتن، اون هم شرط و شروط اسلام را رعایت نکرده در این باره می باشد. اولین نمود نکاح پنهانی این است که دخترک یا خود عروس با شوهر شوندهش هر دو یک مولا را به گفت خودمون به شیوه تاجیکی جیغ میزنند
از این یگان نفر خبردار نیست به جز هر دوی خودشان که با هم اتفاق کردگی هستند، الکی مدت ها میشناسند و یک ملا می آید و عقد نکاح اینها را میخواند که شما را به نکاح فلانی در آوردیم و فلانی را به همسر شما، و فقط از این عروس و داماد با خبر هستند و این ملا، و گویا که با دهان پر بعدن میگویند ما را ملا نکاح کرد، در حالی که نکاح را خطبه اش را خواندن از شرط های نکاح نیست. این سنت است یا حتی مستحب است که یک نفر اگر بیاید و بین شما نکاح خواند، خطبه نکاح را خواند. در نکاح حتمی است که دو شاهد وجود داشته باشد، در نکاح حتمی است که ولی وجود داشته باشد و یا رضاگی ولی را یک نفر از نام ولی در خود مجلس عقد شهادت دهد که پدری همین دخترک و یا برادری همین دخترک و یا یکی از خویشاوندان مرد همین عروس اجازه داد که شما به نکاحتان این دخترک را بگیرید، و بدون دو شاهد، بدون یگان ولی و به یگان کس نگفته فقط یک زن و یک مرد و یک ملا نکاح آنها را خواند، به اتفاق تمام علما، گفتیم 100% علمای شریعت این نکاح باطل است، چون این نکاح در شریعت وجود ندارد. و حتی حضرت عمر رضی الله عنه میگویند من این گونه نکاح را رجم میکنم، یعنی من زنا حساب میکنم، این خودش نکاح نیست. پس نفرانی که میگویند مرا ملا نکاح کرد یا من ملا آوردم و در خانه نکاح خواندیم و این زنی من شد، او زنی شما نیست و هر مدتی که با هم زندگی میکنید این به جز زنا چیزی دیگری نیست. برای آنکه یگان شرط و شروطی که در نکاح باید باشد، مثل خیلی که گفتیم وجود داشتن شاهدان، وجود داشتن ولی اعلان کردن نکاح، در این نکاح وجود ندارد. یگان توش به جز زن و شوهر، یعنی این چیز عادی ترین زنا هست که هر دو نفری که میخواهند با هم نزدیکی فیزیکی یا جسمانی شوند، من راضی هستم، اون طرف هم میگوید من راضی هستم، نه مهر وجود دارد، نه کسی از آن با خبر است و اینها کی ازدواج کردن. و یکی اگر اینها طلاق از هم جدا شدن، مهر زن کجا بود، زن در کجا باید زندگی کند، اگر مبادا حامله ماند، کودک پدرش کی است، و از روی نوشتن شهادت تولد این به کی نسب می شود و اینها رو کسی نمی داند. برای همین به اتفاق علما این گونه نکاح دروغ است و آن مولایی که به خاطر 50 سامان و 60 سامان می آید و خطبه دو نفر رو خواندش آنها رو زن و شوهر اعلام می کند، اولین شده خودش گناهگار است، سپس اینها باید از هم جدا شوند و اگر با هم می خواهند ازدواج کنند، مثل آنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم ازدواج کرده بودند، دختران خود را به شوهر داده بودند، چگونه بودنی توی را الکی ما در آیت ها و در حدیث ها میدونیم که کی ها باید وجود داشته باشد، حتما باید این گونه توی گذرد یا ازدواج کنند. پس به این گونه ازدواج ها هرگز باور نکنید. و علمین نمود ازدواج، یعنی ازدواجی که فقط زن و شوهر و یک ملا از کجای آمده هم خودش ولی می شود، هم شاهد می شود، هم خطبه می خواند. علل خصوص در روسیه خیلی زیاد است که خواهرکان زیاد از روسیه زنگ زده میگویند من در کوچه مانده بودم، من در یک مشکلی دچار شده بودم و یک مرد مرا به نکاح خود گرفت، یا مولای مسجد یا یک نفری دیگر خطبه ما را خواند. و البته که خیلی که گفتیم این گونه نکاح وجود ندارد و خواهرانی که به این حالت ها گرفتار می شوند حتما باید از یگان جماعت مسلمان ها، گروه یک چند نفری که مثلا در مسجد هستند یا به نفرانی که دانشدار هستند مراجعت کنند، نباید زندگی خود را به این باطلاق غوطه بزنانند. برای آنکه چگونه که گفتیم این گونه نکاح در شریعت وجود ندارد، اگرچه 100 ملا پیشتان آید و گوید من شما را نکاحتان را خواندم. و در تمام مذهب ها این نمود نکاح را میگویند این زنا است، زنای دو نفر است، یگان نکاح و یک شرطش در اینجا وجود ندارد. و اینجا پایمال کردن حق یک زن هم هست. مثلا این زن وقتی که فقط با خواندن یک ملا زن یک نفر شد، پدر و مادرش بیخبر است، مهر در آنجا وجود ندارد، شاهدان وجود ندارند، اگر مبادای این مرد پرتافت و رفت چی می شود؟ البته از روی شریعت مرد باید زنی خود را با
لباس و خانه و دیگر تمام شرایط تامین کند و اگر حامله است پس از حاملگی اگر طلاق دهد تا تولد کردن کودک تا بزرگ شدن کودک مرد باید بالای این زن پیشتره اش و فرزندش نفقه دهد یا خود شرایطش را مهیا کند. البته در این وقت زن به کسی نمیتواند شکایت کند، برای اینکه این گونه مردها در همه وقت میتوانند بگویند که نه من خطا کردم و زن گرفتم، برای نکاح ما کسی شهادت داده نمیتواند و خودت راضی بودی، من اصلا مقصدی با تو زندگی کردن نداشتم. و علل خصوص زنهای دوم اکثریت خواهرها میگویند پس از آن که زن یکمی شوهرم فهمید و یا عائله شوهرم فهمید مرا پرتافت رفت، نه برای من خانه، نه لباس، نه پول، نه چیزی و من اکثریتی سبحان الله از ابورت یا خود کشتن کودک در شکم مادر محض همین مردهای نامرد هستند که با نام نکاح زنی را به نکاح خود گرفتند پنهانی، سپس پس از مدت از ترس زن یکم و یا از ترس چیز دیگر این زن را پرتافتند و رفتند که البته برگردن آنهاست هر کودکی که ابورت می شود و یا کشته می شود. و نمود دیگری نکاح پنهانی این است که زن هست، شوهر شونده هم هست، یعنی عروس و داماد وجود دارند و دو شاهد هم هست، اما از عائله زن علل خصوص ولی زن، وقتی ولی زن میگوییم پدر زن اول شده ولی می شود، سپس برادر و پدر بزرگ و یکی از خویشاوندان مرد زن نزدیکتر و نزدیکتر. دوم نمود پنهانی پس ولی زن وجود ندارد، آنجا فقط مولایی که خطبه میخواند او وجود دارد و دو شاهد وجود دارد و عروس و داماد وجود دارند. این گونه شکلش چه خیل است؟ مثلا بعضی مردها میخواهند اگر زن گیرند، اینجا هم اکثریتش زن دوم، یعنی در زن یکم عروس یکم این گونه نامردی یا خود پنهانکاری و خیانت رو مردها نمیکنند، اساسا این کار در زن دوم و سوم میشود. یک مرد یا یک جوان دو دوست خودش رو فریاد میکند، یک نفری که یک کم از شریعت باخبر است، البته یک بی‌وجدانی که یگان ترس از الله نکرده یک زن رو به نکاح یک مرد به اجازه عائله‌اش میدهد، یعنی یک مولا رو جیغ میزند، دو شاهد رو جیغ میزند و عروس و اینجا خطبه نکاح میخوانند و گویا که اینها با این نمود زن و شوهر شدند. و این گونه عروسی ها علل خصوص در خارج از کشور، یعنی بیرون از تاجیکستان و یا در داخل تاجیکستان، خواهرایی که یا زنهایی که از دهات خود دور هستند و یا از خویش و تبار خود دورتر هستند خیلی زیاد است، خیلی زیاد است. و این نمود ازدواجی که در آنجا دو شاهد هست، عروس و داماد هست و مولا عقد نکاحی آنها رو خواند، در نزد جمهور علما بجز یک قول، اون هم یک قول مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، این گونه ازدواج باطل است. برای اون که در نزد جمهور علما امام مالک، امام شافعی، امام احمد، قول از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و از شاگردشان ابو یوسف، حتما باید در نکاح و یا ازدواج ولی وجود داشته باشد. اگر ولی خودش نباشد هم خیلی که گفتیم از طریق تلفن و یا از طریق یک نفر رو از نام خودش وکیل فرستادن میتواند اشتراک کند. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی درباره خودی ولی و نکاح صحبت کرده بودند، حدیث هایی که در ابن ماجه هم هست، در ابو داود هم هست، در مسند امام احمد هم هست، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل. هر زنی که به اجازه ولیش شوهر کرد، نکاح او باطل است. و در حدیث دیگر میگویند لا نکاح الا بولی و شاهدی عدل، نکاح وجود ندارد، نکاح صحیح نیست، نکاح باطل است اگر در آنجا ولی وجود نداشته باشد یا اجازه ولی و این چنین دو شاهد. و آیات های قرآنی که درباره ازدواج زنها صحبت میکند اکثریت خطاب به اولیا است، مثل اینکه الله میگوید وقتی که شما دختران خود را به شوهر میدهید، یعنی یا وقتی زنهایی که در زیر دست شما هستند، خواهر، جیان، دختری خود را به شوهر میدهید با همین شکل، مثل و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، اگر دختری خود را، خواهر خود را به شوهر دادید و اون شوهرش طلاق داد،
یعنی یک طلاق داد، سپس یک جا شدنی خواستن. ای مردها، ای اولیا، شما آنها رو مجبورشان نکنید که نه به او شوهر نمیکنید. یا الله میگوید و انکحوا الایما منکم و الصالحین من عبادکم و ایمائکم، شمایان زنهایی که بیوه هستند یا خواهر و همسر خواهر و دختران خود را به ازدواج نفرانی بدهید که مسلمان هستند. و در آیت دیگر هم هست که برای مشرک هرگز دختر خود را و خواهر خود را به ازدواج ندهید. یعنی آیت ها وقتی پی در پی می آید و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم، یک حدیث نه یک چند حدیث یک بار صحبت میکند و میگوید که به ولی نکاح وجود ندارد، در نزد جمهور علما بجز یک قول، اون هم 100% مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، نه یک قول در مذهب امام ابو حنیفه، این گونه نکاح باطل است. شما شاهد دارید، شما توی رو با مولا گذرانیدید، یک گروه حتی با خبر هستند، اما پدری دخترک راضی نیست، برادران دخترک راضی نیست، تقا و عمو اگر پدر و برادر نداشته باشد راضی نیست، این نکاح باطل است. و از حکمت پروردگار این است که مردها رو خیلی خوب میشناسند و هر مردی که زن را از دست پدرش و یا برادرش و یا خویشاوندان مردش به نکاحش گرفت، وی مسئولیت حس میکند. وی فردا اون دخترک را به کوچه نمیپرتاید. وی تو زن دوم هستی و کسی از این بیخبر است گویان دخترک را اهانت نمیکند. یعنی بودن ولی هم برای دخترک، هم برای قوی بودن ازدواج و هم برای مسئولیت حس کردن شوهر خیلی خیلی مهم می باشد. برای همین خواهرکانی که اکثریت در روسیه و یا در اروپا و یا در خارج از کشور هر جایی که هم باشند، به اجازه پدر خود، به اجازه برادر خود، به اجازه اولیای خود شوهر کردن، دیر نگذشته در کوچه ماندند و یا پشیمان هستند که مرا گرفت و فریب کرد، به خانه من در آمد، در خانه من همراه هم مدت زندگی کرد، سپس رفت و نیست و نابود شد، نه از آن خبری است و نه از آن درکه. پس عزیزان حتما باید در نکاح در نزد جمهور علما و با نص صحیح احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم و این آیت ها، در نکاح اجازه پدر و برادر، پدر نباشد به جایش برادر، برادر نباشد به جایش تقا و یا عمو. و حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن فاین اشتجار فسلطان ولی من لا ولی له، وقتی که شما تلاش کردید و نمیدونید ولی کی هست، شاید ولی ها عرق خور هستند، صلاحیتی ولی بودن را ندارند، در این وقت سلطان ولی است. و سلطان های ما یا خود حکومت دارای ما که دیگر اصلا از ولی بودن نباید ولی شوند یا خود شرط و شروطی ولیگی در آنها نیست. امام مسجده که همه میدونیم که انسانی عادل است، انسانی درست و از شریعت با خبر است، میتواند ولی شود اگر دخترک قبول کند. و وقتی گفتیم در بعضی از قول امام اعظم رحمت الله علیه، زنک عاقله و راشده میتواند به ولی شوهر کند، اما به قید میگیرند. به قید گرفته میگویند وقتی که دخترک به اجازه ولی شوهر کرد اما شوهری نامناسب کرد، از جهت اخلاقی، از جهت اقتصادی، از جهت نام و نسب و یا خود آبروی عائلوی اگر با خودش برابر نباشد، اولیای دخترک همان لحظه میتوانند نکاح رو ویران کنند برای آنکه دخترک مناسب خودش رو پیدا نکرد. یعنی حتی اگرچه میگن زنک عاقله و راشده با دو شاهد اگر وجود داشته باشد به اجازه پدرش یا ولیش هم میتواند ازدواج کنند، اما در دوامش میگن مبادا زنک اگرچه عاقله است، اگرچه به بلاغت رسیده است، خطا کند و شخصی نامناسب خود را از روی اخلاقی و از روی اقتصادی و از روی نام و نسب پیدا کرد، ولی در این وقت مداخله کرده نکاح را فسخ کرده، یعنی ویران کرده میتواند. برای همین اگر به قول جمهور علما نگاه کنیم، پس نکاح‌هایی که فقط با دو شاهد و یک ملا و زن و شوهر میشوند و از آن پدر و برادر عروس خبر ندارد، این نکاح باطل است، هیچ صلاحیت در این نکاح نیست، حتما ویران شود و حتما اجازه ولی در اینجا حتمی است. اما نکاح هایی که الکی شد و گذشت، خواهرایی که از این چیز بیخبر بودن، میگیم شما فتوا گرفتید، برگردید به ولی خود، از او بار دیگر اجازت پرسید. و نماد دیگری نکاح هم هست که
نکاح رو میکنن ولی هم وجود دارد، یعنی پدری عروس راضی هست یا برادری عروس راضی است، عروس راضی است، دو شاهد وجود دارد، اما میگویند این نکاح رو به کسی نمیگویم. باز برمیگردد به زن دوم، یعنی اکثریت ازدواج های دوم با همین شکل صورت میگیرند که مبادا کسی نفهمد که فلانی زن دومی فلانی است. اینجا به کسی اعلان نمیکنند نکاح رو، فقط بین خود یعنی ولی و شاهدان و داماد و عروس مصلحت میکنند که به کسی خبر نمیدهند. انا این نمود نکاح در نزد جمهور علما صحیح است، برای آنکه ولی رضاگیش کتی وجود دارد، دو شاهد وجود دارد، عروس و داماد راضی هستند. یگانه در مذهب امام مالک این گونه نکاح یا این گونه توشوی هم باطل است، برای آنکه اعلان کردن توی به مردم گفتن که اینها توی شده ایستادن در نزد امام مالک از شروط های نکاح است و حدیث دلیل خود را هم دارند که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند، حدیث در ابن ماجه است: اعلنوا هذا النکاح واضربوا علیه بالغربال، یا خود اعلنوا هذا النکاح، شمایان نکاح را اعلان کنید، به مردم بگویید که اینها توی شده ایستادن و دایره زنید، دف زنید. برای همین در نزد بعضی از علما هر نکاحی که پنهانی شد و به کسی از آن خبر داده نشد و نکاح باطل است. و اینجا بیاید برمیگردیم به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و به زمان صحابگان. البته مسلمان هدی خود را و یا خود راه و روش خود را از پیامبرش می آموزد. آیا در جای آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فلانی همسر خود را پنهانی گرفتند، به کسی نگفتند، پس از مدت فاش شد که پیامبر زن گرفتند، حضرت ابوبکر، حضرت علی یا صحابی دیگر پنهانی زن گرفته بودند و بعداً خبردار شد که همه فرزنددار شدند. این گونه ازدواج ها وجود نداشت. پیامبر صلی الله علیه و سلم نکاح را اعلان کنید، ولیمه دهید، مهمانی کنید، حتی یک گوسفند باشد هم گوسفند را گردن زنید و به مردم گوشت دهید، یعنی اعلان کنید میگفتن. و حضرت عایشه هم میگویند که به توی میرفتیم و زنهای انصار شعرها یا خود بعضی از ترانه ها را میخوندند. پس این گونه نکاح های به گفته خودمون نو برآمدی سوریمنی امروزه که پنهانی در یک کوارتیر، علل خصوص در روسیه و یا جای دیگر میروند و دو نفر یکدیگر را زن و شوهر قبول میکنند، در یگان جای شریعت نیست و این اهانت به زن است. زنی که اگر پس از مدت شوهرش او را طلاق داد و ماند و رفت، دادش به کسی نمیرسد، نه او میتواند از جهت سودیه یا خود قاضی حق حقوقش را طلب کند که من همسر همین مرد بودم، این باید به من جبران پولی دهد برای این فریبش و یا برای کودکی که من حامله هستم یا فرزندی که تولد کردم. هیچ حجتی در دست هم ندارند و نمیتواند به کسی از خویشاوندان خودش بگوید که به دادم برسید، از این عائله حق مرا بگیرید، برای آنکه دخترک به عائله خود یگان چیز خبر نداده است. و از این سو استفاده میکنند نفرانی که با نام گویا سنت پیامبر رو اجرا کرده ایستادند، دو زن دوم گرفته ایستادند و بعداً دور هستند از سنت پیامبر، که در حیاتشان پیامبر به مهر زن نگرفته بودند، در حیاتشان پیامبر زن پنهانی نگرفته بودند، در حیاتشان پیامبر صلی الله علیه و سلم از دیگر زنهایشان پنهان کرده، راستی بزدلانه زن گرفته، سپس هر وقتی که زن یکم فهمید دخترک بیچاره را با کودکش و خودش یا حامله به کوچه نپرتافته بودند. و اینجا البته چیز دیگری هم هست. بعضی از نمودی این هم میتوانیم بگویم نکاح پنهانی که وقتی بعضی ها میگویند من زن دوم گرفتم، و اساسا عزیزان اینجا من بسیار زن دوم رو تکرار کرده ایستادم، برای اینکه چگونه که در اول گفتم نکاح‌های پنهانی گفتیم 98% بالای زن دوم است، یعنی یگان مرد جوان یکمین بار زن اولش رو رفته پنهانی از همه پنهان کرده نمیگیرد. این اساسا در زن دوم و سوم می شود. و بعضی از جوان ها میگویند من زن دوم گرفتم، از پدرش هم اجازت گرفتم، توی رو هم کردم، اما در روسیه، در تاجیکستان خویش تبار من بخبر هستند، یعنی اهل و عائله همسر دومم با خبر هستند و من ولیمه هم دادم، توی هم کردم، اما زن یکمم یا همسر یکمم بخبر است و خویش و تبارم پدر و مادرم بخبر هستند. برای آنکه زن یکمی من یک انسانی است که زن دوم رو فهمید، اگر دیگر شاید یک باره دولینیش یا خود فشار خونش بلند شده جانش رو از دست دهد، پدر و مادرم شاید مرا
عقد کنند. برای همین من زنی دوم گرفتم، برای اینکه در مهاجرت هستم و من زنی دوم لازم است. اما توی رو در روسیه کردم و به تاجیکستان خبر ندادم. این گونه توی یا این نمود ازدواج شرعی است. برای آنکه برای زنی دوم رو گرفتن در یگان جا نیست که حتما رضایت زنی یکم باشد یا اینکه پدر حتما اجازه دهد برای مرد و یا مادر. برای دختر ازدواجش حتمی است که پدر اجازه دهد، اما برای مرد میتواند به اجازه پدر هم ازدواج کند. این گونه ازدواج البته هیچ باکی ندارد، ولی اینجا خواهران عزیز، خواهرانی که زن یکم هستید یا هستیم، مشکلی بزرگ در آن است که خود زنها سبب میشویم که مرد بیچاره، زنی که گرفت مثل ما یک زن رو، از او فرزنددار شد، صاحب خانه شد، به خاطر اینکه ما داد و فغان نکنیم، به خانه پدر گریخته نرویم، بعضی‌ها حتی خودم رو حلق آویز میکنم گویان ارغمچین گرفته به باغ ندوند، سالها پنهان میکند. و حتی بعضی از خواهرها میگویند که شوهر من به من شرط ماندگی هست که همون روزی که زن یکم فهمید تو به من طلاق هستی. یعنی جسارت زن یکم رو ببینید و بزدلی زنی ببخشید مرد رو که به زنی که به نکاح شرعی او رو گرفته است و شاید او فرزنددار هست، الکی یک کودک در مابین است، کودکی که به پدر نیاز دارد، مرد میگوید همان روزی که زن یکم فهمید تو به من طلاق هستی. و این دخترک هم اینجا البته در اینجا مذمت بالای مردها است، ولیکن با خود زنها هم خواهرکانی که به دام این گونه مردها گرفتار می شوند حتما باید فکر کنید که نکاح‌های پنهانی عاقبت خوب ندارد. نکاح‌هایی که با وعده دروغ گرفته می شود، با شرط و شروط‌های پر از خیانت گرفته می شود، عاقبت خوب ندارد. و خیلی از خواهرکانی را می شناسم که حتی به خودکشی می خواستند دست زنند و چه خیلی که گفتم بچه‌های شکم خود را در 5 ماهگی و 6 ماهگی حتی نابود کرده بودند، پس از آن که آن مردی که برای همیشگی آنها رو به زنی گرفته بود از ترس زنی یکم پرتافت و رفت. برای همین به نکاح‌های پنهانی خیلی جدی باید نظر کنیم. هم زن، هم مرد، هم پدر، هم مادر و هم دخترکانی که از شوهر اول جدا شدند و در حالت‌های خیلی گرفتاری قرار دارند، نباید به دام این گونه مردها بیفتیم که مبادای اگر از نمود اولش شد، یعنی فقط زن و مرد به خبر شد و یک ملح نکاح کرد، 1000 اینجا نکاح خوانده شود هم و کودک به دنیا آید هم، این نکاح نیست و این زینای بر علا است، برای اینکه یگان شرط و شروط در اینجا وجود ندارد. و چه خیلی که گفتیم قربانی اساسی این معرکه های دهشت، خیانت های آشکار، این همون مردهای بیناموسی هستند که هیچ فکری نمی کنند که امروز من دختری کسی رو، زنی کسی رو، مادری کسی رو، خواهری کسی رو پنهانی به زنی گرفته ایستادم به هیچ مسئولیت، مبادا فردا دختری مرا، نبیره مرا، خواهری مرا کسی چنین نکند. برای آنکه هر چی کردی در شریعت حتما ببخشید در اسلام به خودت برمیگردد و میبینی. و اینجا تا همینجا درباره نکاح‌های پنهانی صحبت کردیم عزیزان. میبینیم که اگر سوال‌های شما در این باره آمده باشد میپردازیم به قسم سوال‌ها. سوال اول، در مذهب ما به زن شوهر دیده به ولی اجازت هست که شوهر کردن؟ آره، چگونه که گفتم کل مذهب 100% نه. در مذهب ما در قول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 2 قول است. یکم قولشان این است که زنی که شوهر دیده است یا شوهر ندیده است، الکی به بلاغت رسیده است، عقل سالم دارد، او میتواند به اجازه ولی شوهر کند. یک قولشون. قول دویمشون اما هست که نه، زنک وقتی که عقل دارد هم و حتی شوهر کرده باشد هم، اگر برای خود یک شوهر نامناسب رو از جهت اخلاقی، از جهت اقتصادی، کفو یا برابری میگویم، از جهت نامناسب اختیار کرد، در این وقت نکاح اینها رو ولی میتواند همون لحظه فسخ و یا ویران کند. ولیکن چگونه که گفتیم پیامبر حضرت ابو حنیفه رحمت الله علیه میگویند اذا صح الحدیث فهو مذهبی، اگر حدیث صحیح آمد و این مذهبی من است،
قول من همان حدیث است. البته این سخن ابو حنیفه رو بیاید به حدیث تطبیق کنیم. یک حدیث نه، یک چند حدیث از مسند امام احمد شروع کرده تا بیهقی و تا ابو داوود و ترمذی و ابن ماجه و نسائی وجود دارد و حتی در این باب نکاح بدون ولی در صحیح بخاری هم آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن لا نکاح الا بولی، نکاح بی ولی وجود ندارد. پس وقتی قول پیامبر آمد و خود ابو حنیفه رحمت الله علیه هم گفته بودن که اگر حدیث اومد حدیث رو گیرید، گپ مرا نه، چرا ما قول بازی میکنیم در حالی که حدیث ثابت آمدگی هست و یک چند آیه آمده است که در آنجا الله خطاب به اولیا میکند که دختران خود را به مشرک ها به ازدواج ندهید و یا دختران خود را مجبور نکنید که با شوهرانشان زندگی نکنند و این گونه آیات ها در سوره بقره و دیگر سوره ها هم هست. و چه خیلی که گفتیم یک حدیث نه، یک چند حدیث درباره اون آمده است که حتما ولی باید اشتراک کنند و چگونه که گفتیم اشتراک کردن ولی این قوت دل برای دخترک است، مسئولیت پذیری برای مرد است و مایان زنها اساسا از روی عقل و از روی شناخت منطقی نگو با محبت خود، یعنی یک گل رو به یک دخترک دادن، یک جوان مرد یا جوان پسر دو سه بار با یگان سخن مهربانی یگان شیرینی داد، دیگر دخترک فکر میکند این همون شاهزاده در اسب سفید است. اما این مردها پدر دخترک هست که دیده میگوید نه، او برای تو شوهر شده نمیتواند، و یا برادر غیور دخترک هست که میگوید خواهر جان من اون مرد رو میشناسم یا من دیدم اون مرد یک بوالهوس است و یا او از مسئولیت شوهری برآمده نمیتواند. اینجا وقتی شریعت میگوید حتما در نکاح باید رضاگی دخترک و رضاگی ولیش وجود داشته باشد، برای اون که ولی یا مردها رو قوی‌تر و درست‌تر میشناسند و درک میکنند. زنها که خیلی که گفتم از روی محبت و مهربانی ملاطفت خود با یک دو کلمه مهربانی مرد شیفته میشوند، سپس پس از مدت میفهمند که نه اینجا غلط کردند. سوال دیگر: آیا یک نفری که زن و شوهر را نکاح میکند در نبودن ولی میتواند ولی زن باشد؟ وقتی که زن ولی ندارد، پدر ندارد، برادر ندارد، عمو، تقا، یگان خویشاوند مرد ندارد، در این وقت او میتواند یکی از علما رو و یا یکی از نفرانی که اهل علم هستند، همه مردم میشناسند که امانت دار هستند، برای خود ولی انتخاب کند، چون دیگر چاره ندارد. اما وقتی زن که اکثریت ما اگر پدر نداشته باشیم برادر داریم، برادر نداشته باشیم برادر کوچک داریم، برادر کوچک هم حتی میتواند ولی شود و حتی فرزند هم به بلاغت رسیده باشد میتواند ولی شود که ام سلمه رضی الله عنها را خودی پسرشون به پیامبر به ازدواج برآورده بودن، ولی مادرشون شده بودن. اینجا اگر یگان خویش و تبار وجود نداشته باشد، پس میگویم زنک فلانی رو به ولی خود انتخاب کرد و مردم این رو میدونن که اون مرد امانت دار است. اما وقتی برادر هست، تقا و عمو هست، خویشاوندان هستند، دور باشند هم یا حتی از نه یگان نفر دیگر هست، در اینجا چی میرسد که یک نفر رو از پیش خودمون تمام تو ولی من هستی مرا با اون نکاح کن، با همین سه نفر نکاح رو یک عائله به سر و سامانی دور از شرعی بنا کنیم. سوال دیگر: شما در یک برنامه تان گفتید که مرد می تواند از زن یکمش رستی زن بگیرد. اولش که توکی این را رست می کند، اگر پنهان بگیرد چگونه می تواند عدالت را رعایت کند؟ من وقتی که در این باره گفتم مقصدم این بود که حتمی نیست که رضاگی زن یکم یا خبر داشتن زن یکم در زن دوم وجود داشته باشد، ولیکن چگونه که در رفت برنامه گفتم هرگز پیامبر صلی الله علیه و سلم از زن یکم خود ازدواج دوم را پنهان نکرده بودند و یا چنین وجود ندارد که گفته باشند که فلانی صحابه مثلا الگوی ما صحابگان پیامبر است، پیامبر صلی الله علیه و سلم هستند، علما هستند، فلان عالم از زن یکمش یک چند سال زن دومش رو پنهان کرده بود. البته دور از ادب است و این مشکلی سبب اساسیش زنها هستند که اونقدر با خود رو به دردمندی گرفتار کردن، با جنگ انداختن، حتی بعضی ها با تهدید کردن که خودم رو میکشم یا تو رو به سودیه میدهم، اونقدر مردها رو ترساندن که بیچاره مرد دیگر میگوید بهترش پنهان ماند از اینکه مبادا زنی من خودکشی نکند و یا فرزندانم رو گرفته به کوچه نبراید و یا مرا به سودیه ندهد. ولیکن به هر حال
پنهان نکردن و آشکار کردن این اولاتر است. اما وقتی هیچ چاره نیست و خیلی که گفتیم بعضی چنین زنها پیدا میشوند، برای مرد در این وقت اجازت است، برای اینکه کسی نمیگوید که حتمی است که زن یکم خبردار باشد و راضی باشد. سوال دیگر: آیا علاج هست که به زن دوم یک شب پس نیو در یک هفته یک بار بروی اگر خود زن راضی باشد؟ در این مسئله در تمام کتاب فقه پیدا کرده می توانید و دلیل از زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم هم هست. اگر زن راضی باشد گوید من شبم را بخشیدم، می توانید در هفته یک بار بیایی یا در چند وقت، هیچ مشکل ندارد. سوده رضی الله عنها و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته بودند که من در زمره همسران شما بمانم، اما به جای اون که به نزد من بیایید به نزد عایشه بروید. برای همین اگر زن خودش راضی باشد هیچ باکی ندارد. سوال دیگر: یک دوگانه من زن دوم است، میگوید که روزم سیاه است، از زندگی انتخاب کردگی هم پشیمانم، بسیار اونا این مردک ها عدالت کرده نمیتوانند. البته که در خود قرآن هم هست که شما ولن تعدلوا بین النساء ولو حرصتم، شما هرگز مبادا آیت رو خطا تلفظ نکرده باشم، شما هرگز معنای آیت این است که بین زنها عدالت کرده نمیتوانیتون. و عدالت رو در اینجا در کتاب‌های تفسیر از روی محبت و از روی جماع هم بیشتری میگویند، ولیکن از روی ظاهری، یعنی از روی با پول تامین کردن، با خانه تامین کردن، از روی مهربانی، اگر مرد تامین کرده نتواند برای او زن گرفتن گناه است. برای آنکه وقتی که درباره ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع میگوید، الله میگوید و این خفتم الا تعدلوا فواحدة، اگر ترسیدید که عدالت ظاهری کرده نمیتوانید پس فقط یک تا زن بگیرید. سوال دیگر: آخر این خیلی گپ های شما رو اجرا کرده نمی شود. بعضی خواهرها ولی هایشان همش ضد اسلامی هستند، نمیمونند و مسلمانی واقعی شوهر کند. البته که وقتی تمام ولی ها ضد اسلامی هستند، چگونه که پیامبر راهنمایی کردن صلی الله علیه و سلم، سلطان ولی، لیکن سلطان ما الان نداریم، یعنی آنهایی که حاکم باشد و سرپرست مسلمان ها باشد، ولی الامر مسلمان ها باشد. در این وقت می شود به یکی از علمای شناخته، نفری که همه میشناسیم که صاحب عدل است، خیانتکار نیست، آبرو دارد در بین مردم و همون داماد هم اون نفر رو میشناسد و از احترام او یا خود از او ترسیده باشد هم ظلم نمیکند، در این وقت میتواند این خواهر همون عالم را یا یک نفر دیگری که همه میشناسیم که با ایمان و با عدالتی مشهور است، از او طلب کند که مرا، شما رو من ولی خود انتخاب میکنم، مرا به فلانی به شوهر دهید. در این وقت میشود، یعنی این معناش این نیست که تمام یگان تا ولی ندارم، همش ضد اسلام است، من میروم خودم رو به شوهر میدهم و پس از مدت دیگر میبینید که هم دخترک پشیمون است، هم هیچ قدر و قیمت ندارد. در این حالت پیامبر صلی الله علیه و سلم راهش رو به ما نشان دادن که برای خود یک نفری که اسلامی هست، از اهل عدل است و ایمان است و مردم او رو میشناسند و احترامش میکنند، برای خود ولی قرار دهیم. سوال دیگر: در تاجیکستان زنک های شوهرش رو ازمه نکرده رو پایده ایستاده سیامکه میکنن، بعد به شوهرش به روسیه ویدیو رو میفرستن یا در اینترنت میموند. همین کار درست است یا نه؟ پیش از همه جاسوسی کردن یا خود تتبع عیب های دیگر مسلمان ها رو تتبع کردن، کفت و کاو کرده پیدا کردن، این خودش در شریعت جایز نیست. اما به هر حال وقتی میدانید که یک مرد بیچاره کار میکند برای زنش و فرزندانش، سالهای دراز است که در مهاجرت مهنتی است، زنی به انصاف باشد در اینجا به بیراهگی مشغول است و به کارهای دیگر مشغول است و خیانت بالای خیانت میکند، یک نفر عادل فقط به خاطر اصلاح کردن میتواند به شوهرش گوید که از همین زنت جدا شو، بهتر است برای اون که زنی خیانتکار است، زنی بد اخلاق است، با او زندگی نکن. چگونه که حضرت ابراهیم به فرزندی خود اشاره کرده بودند که این زنت را طلاق ده برای اون که آستانه خانه‌ات خوب نیست. لیکن سیانکه کردن، ویدیو کرده پرتفتن، اینها همش البته که گناه هست، عورت یک نفر را نشان دادن، اینها یگان تا از جایز نیست و گناه بالای گناه هست و انسان اگر به
به یگان شاهد یک نفر رو تهمت کند، اگر با چشم خود دیده باشد هم تا زمانی که 4 نفر نیست، در این وقت فجر دوم 80 جلده میگوید الله 80 دره اینها باید بخورند. در اینترنت موندن، به خود شوهر صورت‌های مثلا این گونه نوارها رو گسیل کردن، همه این البته که یک نفر رو کاملا آبرویش رو بردن است. اگرچه آن زن گناهگار است، میگوییم گناهگار است، به گناه کبیره آمیخته است و حدش حتی سنگسار کردن است، لیکن انسانیت هرچی باشد قدر و قیمت دارد، نباید او را تا این اندازه شرمنده کنیم. اما می شود به شوهرش آهسته خبر داد که بهترش همسرت را یا اصلاح کن یا از او جدا شو، برای آنکه یک زنی خیانتکار است. سوال دیگر، زن اگر شوهرش را نخواهد خودش را طلاق داده میتواند یا نه؟ در اسلام خود را طلاق دادن وجود ندارد، اما خلع وجود دارد. معنای خلع این است که زن گویا که طلاقش را از شوهرش مجبور کردن او با مصلحت طلب میکند، میگوید مهری که به من داده ای، که اصلا در تاجیکستان شاید در اکثریت مهر وجود ندارد، مهری که به من داده ای آن را بگیر و مرا طلاق ده، یا به تو من مقداری از پول میدهم یا مقداری از چیز دیگر میدهم مرا طلاق ده. در این وقت البته خلع میگویند که زنک از شوهرش با مقداری پول یا چیز دیگر طلاقش رو طلب میکند و از هم جدا میشوند. اما من خودم رو طلاق دادم، از نام شوهرم 3 طلاق دادم، همش خرافات است، هیچ اساس ندارد و خلع رو زن و شوهر با هم اتفاق میکنند و شوهر میگوید تمام، به عوض این که مثلا مهری که به تو داده بودم به من دادی یا چیز دیگری که به من دادی، من طلاقت رو دادم. سوال دیگر، رازگی زن یکم برای گرفتن زن دوم شرط است؟ در این باره گفته گذاشتیم که رازگی زن یکم برای زن دوم هرگز شرط نیست. اینجا رازگی خودی مرد، رازگی زن و رازگی ولی اینها شرط است که بعداً البته 2 شاهد باشد و توی رو اگر اعلان کردن از کل اختلاف ها بیرون میشویم. یک سوال دیگر، شما جزیر گپ زده استودید، اپا میگوید آخر به بسیار زنی دعوت کرده استین، این از روی قانون تاجیکستان ممکن نیست؟ من عزیزان خودتان شنیده استودید که من به بسیار زنی کسی رو دعوت نکرده استودم، ولیکن در نزد همتون پیشتر هم گفتم که بسیار زنی با آیت قرآن و سنت پیامبر ثابت است. این رو کسی که این کار میکند و میگوید این ازمانه است، این خرافات است یا چیزی دیگر، نعوذ بالله حتی از دین خارج میشود. ولیکن من در اینجا درباره آن گفته ایستادم که آنقدر بسیار زنی رو بد نشان ندهید که مردها سالهای دراز زن یکم دوم رو پنهان کنند و حتی مثل زنا با یک زنی که کودکدار است زندگی کنند. سوال دیگر، زنی در حیض بوده میتواند نکاح کند؟ عقد نکاح رو خواندن در وقت حیض یا نفاس جایز است، همبستری حرام است، گناه کبیره است و کفاره دارد، اما البته که فقط نکاح خواندن در وقت حیض هیچ باکی ندارد و در یگان جا در این باره نهی آمدگی نیست. سوال دیگر، یک زن را بر قصد شوهرش طلاق نمیدهد اما نگاه و بین هم نمی کند، این زن میخواهد دیگر شوهر کند، چی کار کند؟ در این وقت البته که این زن از پیش خودش نباید شوهر کند، حتما طلاقش را طلب کند. اگر مرد بر قصد طلاق نمیدهد، این زن از طریقه خویش و تبار خودش و حتی شکایت کردن به سودیه که طلاق کاغذ من رو باید بیاید و امضا کند، که مرد رو احضار میکنند که مجبورا طلاق کاغذ رو امضا کند، میتواند طلاقش رو گیرد. برای آنکه در شریعت اگر زن از طرف مردش یا از روی بی‌مسئولیتی مهیا کردن شرایط یا از بد اخلاقی یا بد زبانی که هر گونه زیانی زیاد میبیند، زن همون لحظه میتواند به قاضی شکایت کند و قاضی به این مرد میگوید یا اصلاح شو یا طلاقش را ده و مجبورش میکند که طلاق دهد. اینجا هم در این حالت میتواند زن خویش و تبار خود را به میان اندازد که همگی یک جا شوید، مجبورش کنید که طلاقم را دهد، نه کسی قوتش نرسید. البته در این وقت میتواند به سودیه، اگرچه سودیه های ما از اسلام کار نمیکنن، لیکن مجبور هستیم برای حق این زن را گرفتن تا که عمرش در زیر این گونه مردها ضایع نشود، میتواند مجبورش کند که طلاق کاغذ را امضا کند، دیگر این طلاق میافتد و بعد از آن حتما انتظار عده می شود و پس از عده که 3 حیض است برای زنی حیض میدیده میتواند شوهر کند. سوال دیگر، زن اگر پولدار باشد، اگر گوید به من تامین و روزگار از طرف شوهر لازم نیست، فقط شوهرم به من
اجازه پرسی به هر چیز را در اختیار خودم گذارد. آیا این می شود راستی که من یک بار دیگر می خوانم، درست نفهمیدم. زن اگر پولدار باشد، اگر گوید به من تامین روزگار از طرف شوهر لازم نیست، فقط راستی گپ اینجا نفهمیده ایستادم سوال رو. کسی که همین سوال رو روان کرده است یک بار دیگه میفرستادید. اولش که تعیین است که زن مثلا میگوید من شرایطی خوب دارم و من تو به شرایطم نگاه نکنی هم میشود، اما دوامش چی است؟ دوامش رو نفهمیدم. یعنی من هر چی خواهم میکنم گفته ایستاده است یا چیزی دیگر که این را حتما بسیار کرده می نویسید تا که مبادا خطا جواب ندهیم. سوال دیگر میگویند که بعد زن یکم باید زنی شوهر کرده یا شوهر مرده نیازمند رو بگیری، نه دختری خانه رو. آیا این درست است یا نه؟ البته که اگر دختری خانه رو گرفتید هم باکی ندارد، اما زنی که شوهرش مرده است و یا یتیم دارد سرپرستی او رو گرفتید ثوابش زیادتر می باشد، برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم از بین تمام همسرانشان یگانه حضرت عایشه دختر بودند، دیگه همشون بیوه بودند و حتی ام سلمه یک چند یتیم داشتند. برای همین اگر گفتید من برابر زنی دوم گرفتن و سنت کردن سرپرستی یتیمان، زنی در کوچه مانده بینوا رو هم میگیرم، در این وقت انا و کافل الیتیم که حتین به این حدیث داخل میشوید که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن من و به کفالت خود گرفته شخصی که به کفالت خود یتیم رو میگیرد مثل هر دو این انگشت در جنت هستیم. اما این معنیش این نیست که حتما فرض است که زن دوم باید بیوه باشد یا اینکه از شوهرش طلاق گرفته باشد. در یگان جا این نیست، می شود که زن دوم دخترک باشد. مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم پس از خدیجه مادرمان سوده رو گرفته بودند و بالای سوده حضرت عایشه البته که دخترک رو گرفته بودند. میگویند که سوال دیگر، با شوهر زنک چه خیل می شود زندگی کرد؟ مصلحت می دادید. باور کنید گاومرد می زند. سبحان الله. در همین باره یک چند حدیث است و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هرگز زنها رو مثل برده نزنید، سپس در آخر شب همراه آنها هم بستری کنید. و وقتی که درباره زدن زن وضربوهن نگفته آیت را تلاوت میکنند، در تمام تفسیر میگویند ضربا غیر مبرح، ضربه که زدنی که زن از آن آسیب نبیند، یعنی بدن سیاه و کبود نشود. اگر از روی شریعت، از روی قضاوت شریعت ما صحبت کنیم، این گونه زنهایی که زیاد از دست شوهر خود ضرب میبینند میتوانند به قاضی شکایت کنند و طلاق گیرند. اما حاضر قاضی های ما یا حاضر زن های طلاق گرفته در شرایط کنونی تاجیکستان که برای زنی بیوه نه یگان نفقه هست، نه یگان کمک پولی از طرف دولتی هست، نه جای دیگر، و زنک اگر طلاق گرفت گویا که همان روز الکی او جان خودش را داد، در کوچه میماند، به خانه برادر خودش میرود، نه برایش جای کاری است، نه برایش کمکی هست، و از طرف دیگر همه به زنی طلاق شده مثل یک زنی دیگر گویا که خیلی گناهگار و یا پس مانده نگاه میکنند. در این وقت اکثریت خواهران میگن حتی من شوهری که همیشه مرا میزند، بعضیا میگن شوهری که همیشه مواد مخدر استعمال میکند، بعضیا میگن شوهری که تماما به گناه کبیره دست میزند من تحملش میکنم. در این وقت یگانه کاری که میکنید پیش از همه هر کسی که دختر دارد، خواهر دارد، پیش از به کسی به ازدواج دادن سنت پیامبر را صلی الله علیه و سلم را رعایت کنیم که پیامبر میگویند باید در داماد دو چیز باشد، یکی اخلاق، دیگر دین. هر کسی که دین دار است و اخلاق ندارد او هیچ چیز است، هر کسی که اخلاق دارد و دین ندارد او هم هیچ چیز است. هر دو این چیز باید در داماد وجود داشته باشد و مردی که هم اخلاق دارد و هم دین دارد او باید همسری دختر شما یا خواهر شما باشد. ولیکن و این خواهر یگانه گفته میتوانیم که اگر یگان خویش و تبار دارید، نفرانی که حکمت دارند، نصیحت کرده میتوانند و یا حتی
ترسانیده میتوانند. اگر از حد گذشت یاری طلب کنید که به این شوهر مصلحت دهند که از این کار دست کشد. نگفتید که به سخن کسی گوش نمی کند. این خاراکترش همین است. شاید یک روز از دستش دیگر بیمار شوم، که حتی بعضی از خواهران میگن من الکی از زیاد شرط خوردن بیمار شدم. این گونه مردها دیگر بیمار هستند، به دست خود یا دست خود را کنترل کرده نمیتوانند. به هر حال کوشش کنید که از دستش خلاص شوید، و یا اینکه یک نفر شرط ماند که یا اصلاح شود یا اینکه از شما جدا شود. برای آنکه تصور کنید که یک زن تا 70 سال زیر شرطه یک مرد زندگی میکند و هم عقل خود را از دست میدهد، شاید یگان استخوان خود را از دست میدهد، و این جدیاً به اخلاق کودکان ضرر میرساند که خود کودک ها و علل خصوص پسر بچه ها نیز همین گونه عصبی بزرگ میشوند و دخترکان هم یک دخترچه های دیگر به گفته خودمان دغل بزرگ می شود. و نباید زن شرطه پی در پی که به سبب هست و یا به سبب باشد هم اونقدر هست که به سلامتیش ضرر می رساند نباید تحمل کند. این هیچ ثوابی ندارد. از دست این مرد رفتن هم گناه نیست، از بالای این مرد شکایت کردن هم گناه نیست، طلاق طلب کردن هم گناه نیست، برای آنکه شما برده یا خود بنده یگانه الله هستید. شوهر حق و حقوق زیاد دارد، اما این نیست که کی خواست دست بردارد و چه خیلی که میگویند مثل گاو بزند یا اینکه کار دیگر، که در شریعت این گونه مردها حق دارند که از آنها زنک طلبی طلاق کند. اما چی طلاقی که حتما باید نفقه باشد و بالای فرزندانش آن مرد تا اون زمانی که فرزندها به بلاغت میرسند باید سرپرستی کند و شرایط آنها را تامین کند. و این بود عزیزان امروزه برنامه ما درباره نکاح‌های پنهانی. و پیش از آن که برنامه را ختم کنیم با سمع تمام شمایان شنوندگان عزیز و آن نفرانی که بعداً صدای ما را میشنوید میرسانیم که با یک نکاح، با یک بسته شدن عقد، دو نفری از هم بیگانه دیگر زن و شوهر می شوند، از آنها فرزند به دنیا می آید. و نکاح یک چیز الکی یا خود یک هزل و شوخی نیست. رشته های دائمی حیات دو نفر پیوست می شود و این مقدسات اسلام است. با این نباید بازی کرده شود. و وقتی می گویم نکاح حتما باید با شرط و شروطش اجرا شود. و وقتی می گویم زن دوم و سوم حلال است، حتما باید چگونه که از روی سنت ازدواج شده بود و از روی سنت شرط و شروط داشته بود، شرط و شروط دارد، این گونه باید این نکاح ها یا این عقد ها پیوست شود. من تو رو به زن دوم میگیرم، تو در خانه پدر و مادرت زندگی میکنی، تو زن دوم من هستی، اما کسی از این نفهمد وگرنه طلاقت میدهم. فرزندی که داریم با نام پدر تو باشد، به نام من نه. اینها همش مسخره بازی. ناموس یک زن رو، آبروی یک زن رو، آبروی یک عائله رو، بعدن کودکان رو از بین بردن است. برای همین خواهران عزیز، وقتی که تکلیف می شود به شما که نکاح پنهانی کنیم، هرگز به این به اجازه پدر، به مصلحت عائله هرگز راضی نشوید، وگرنه چگونه که امروز 10 قصه ها به ما می آید که من حالتم بد است، من پس از زن دوم و نکاح پنهانی به این حالت گرفتار شدم. همین قصه بالای شما هم تکرار می شود، ولی عاقبت این پشیمانی یگانه مذمت بالای خودتان می باشد. و تمام مردها و یا برادرانی که هستند و میخواهند زن دوم میگیرند و سنت میگویند و یا میگویند یک نفر رو به سرپرستی خودم میگیرم، همچون مرد که سنت گفتید، همچون مرد حتما باید این نکاح خود را به دست گیرید و با شاهد، با ولی، با اعلان نترسیده ازدواج کنید که مبادا بعداً بگوید که نه من دیگر تو رو طلاق میدهم و یک زن شاید حیات خودش رو، حیات کودکی که خود شما پدر هستید به خطر گذارد. و پور هستند، زیاد هستند کودکانی که محض به سبب همین نکاح‌های پنهانی آخر فشل شده و یا خسران شده دیگر جان خود را در شکم مادر می‌دهند. با امید آن که همیشه عائله های شما مستحکم باشد و با باوری کامل که هر چی گفتیم اون هم به مصلحت شما بوده، یک امانت را به شما رسانه ما را پذیرفتید. شما آن را به الله میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.